الکبائر، گناهان کبیره، از امام حافظ الذهبی رحمت الله علیه که ما گناه کبیره اول رو در درس‌های گذشته گفتیم، شرک به الله سبحانه و تعالی بود. دوم گناه کبیره این قتل نفس بود، کشتن نفس بیگناه که الله سبحانه و تعالی کشتن نفس بیگناه رو حرام کرده است. سپس مؤلف رحمت الله علیه در این کتاب کبائر قسمت سومی از کبائر رو می‌فرماید، میگوید که الکبیره الثالثه، کبیره سوم از گناهان بزرگ دیگری که ما امروز از این کتاب میخوانیم این سحر است. سحر و جادویی میگویند. این کبیره رو با توفیق الله سبحانه و تعالی با همراهی شمایان خواهیم گرفت. از این کبیره سوم میفرماید که لأن الساحر لابد ان یکفر، چون که شخص ساحر ضرور است، حتمی است، لازم است که کافر شود. انسان سحر را نمی‌آموزد مگر اینکه کافر شود. ابن تیمیه رحمت الله علیه میگوید که الساحر هو، ساحر کیست؟ یعنی وای ساحر چیست؟ عبارت از عقد، صوف کردنی ها، دربند ها، گره میزنن صوف می‌نمایند و خواندنی ها و پوف کردنی ها که ساحر با واسطه همین چیزها میتواند بر آن شخصی که آن را سحر مینماید ضرر برساند. که بعضی از سحرهای هستن که به قتل میرساند، کشتن میکشند، تا حد قتل را هم میرسد. بعضی از نوعهای سحر است که بیماری شدید و سخت انسان را گرفتار مینماید. بعضی از نوعهای سحر هست که عقل را بیگانه میکند. بعضی از نوعهای سحر هستند که انسان را با انسان دیگر متعلق میسازد، متعلق شدید. و بعضی از نوعهای سحر هستند که همسر را از شوهر، شوهر را از زن، زن را از شوهر جدا میکند. و این نوعهای سحر باز در داخل خود با نوعهای گوناگون زیادی هم هست. العوذ بالله. خلاصه همه این نوعهای سحر حرام است. و درسته که رسول الله صلی الله علیه و سلم از تمام این نوعهای سحر براءت جستند، بی‌درستند. هر کسی که سحر کند، هر کسی که سحر نماید، سحر کننده، و هر کسی که با سوی ساحر مراجعت نماید، همه اینها العیاذ بالله کفر هستند و صاحبش کافر میگردد. چون ساحر وسیله میجوید با واسطه این سحرش با روح‌های شیاطین، با شیاطین جنها، با آنها نزدیک میشود. اما از دین بیرون شدنش، با واسطه از دین بیرون شدنش، یا دشنام کتاب الله، یا او رو در پرتاب پرتافتن، یا زیر پای کردن قرآن، یا العیاذ بالله حقارت کردن قرآن و دین الله، به هر راه اول کافر می شود. سپس برای آن جن و شیاطین قربانی پیش می آورد، چون غالبا اگر هر کس نزد صاحب برود معلوم است که از وی یگان قربانی طلب می نمایند، حتی مرغ هم باشد. اینکه انسان اول خود را کافر می کند، سپس جنیان برای او چیزی را می آموزانند، برای او در راه در کار کمک می نمایند. پس این نوعهای سحر کفر هستند، شک نیست، چون آزار و اذیت است و حرام است. آزار و اذیت رسانیدن از گناهان کبیره بزرگی هستند. بر والی و حاکمان آن دیارها واجب است که اگر آن ساحران بعد از بیافتند آنها را قتل نمایند. بدون اینکه توبه ساحران پذیرفته شد، آنها باید قتل کرده شوند، کشته شوند. اگر توبه هم کرد، ولی توبهش امرش بر الله سبحانه و تعالی واگذار کرده می شود، ولیکن در این دنیا کشته می شود به خاطر مفسده را دور کردن. اما اگر از این فعلش توبه نکرد، در این دنیا از این دنیا گذشت یا کشته شد، آن سحرهایی که می نماید در بازی کردن سحرهای کفری باشد، العوذ بالله، انسان دیگر در آتش جاویدانه و ابدی باقی میماند. و سحر یکی از بزرگترین فسادی هاست در این زمین، یکی از بزرگترین بدی هاست، چون بر نزد انسان وارد می شود در حالی که انسان از اون بیخبر است. ولیکن در آنجا چیزهایی هست که با اذن و خواست الله سبحانه و تعالی تو را از این سحر نگاه می‌دارد. با قرائت این وردهایی که بعد هر نماز ذکرهای صبح و شام است، با قرائت آیت الکرسی، سوره اخلاص، سوره فلق و ناس، یعنی آنچه که با آیات و احادیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که اینها در برابر این سحر جادویی برای تو سپر می‌گردند. چون ساحر، چون گفتیم، می‌فرماید شیخ که ضرور است که وی کافر بشود. و الله می‌فرماید که ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، ولیکن شیاطین کافر شدند چون مردم را سحر را تعلیم دادند. ساحر کافر است، تعلیم سحر حرام است و هر کی به سوی ساحر مراجعت می نماید وی هم کافر می گردد. و هیچ شیاطین نیست که برای انسان سحر را تعلیم نمیدهد مگر اینکه اغراضی دارد، غرضهای دارد که اینکه انسان را در شرک گرفتار نماید. اول انسان کافر می شود، مشرک می گردد، سپس برای او چیزی را از سحر تعلیم می دهد. چون که الله سبحانه و تعالی از هاروت و ماروت در سوره بقره آیه 102 برای ما خبر می دهد. می فرماید که
وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. هیچ کسی رو این دو ملائک تعلیم نمیدادند، حتی میگفتند ما یک فتنه، یک امتحان هستیم و کافر نشوید. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه. تعلیم میگرفتن آن چیزی رو که جدایی میانداختن بین زن و مرد. و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله. و هیچ یک از آنها ضرر نمیرسانند مگر با اذن الله سبحانه و تعالی. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخرة من خلاق. تعلیم میگیرند آنچه که برای آنها نه فایده میدهد نه ضرری برای آنها میرساند. میفرماید که من نصیب فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر. از نصیب آنچه که بیشتری از مردم رو میبینی که در گمراهی هستند داخل میشوند در امورهای سحر و جادویی. تنها گمان میبرند که وی حرام است و بس. تنها گمان میبرند که وی حرام است و بس و حس نمینمایند که این کفر است. حس نمیکنند که این کفر است اصلا، نه تنها حرام. مثل تحریم گرفتن همون سحر و جادویی که هست و مثل همسر رو از شوهرش جدا کردن یا شوهر رو از سر جدا کردن، میگه آنها رو با همدیگر گرمی کردن، میگن پیوست کردن، یا بعضی از کلمه هایی که اصلا معلوم نیست، کلمه های سحرناک، سخنانی که اصلا درست نیست گفتن آنها رو میگویند و در این کلمات چگونه کلمه های شرک‌آمیز زیاد است و ضلالت و گمراهی هست در این سحر ساحران و قتل و این سحر کفر بر الله سبحانه و تعالی است. از برای همین رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که اجتنبوا 7 موبقات. از 7 گناهی هلاک کننده شما دوری بجویید. ذکر کرد نوعی از آن را سحر گفت در حدیث صحیح. 7 موبقات گفت. موبقات یعنی که هلاک کننده ها. پس بنده از پروردگارش بترسد از این چیزایی که هلاک کننده هستند، در این چیزای هلاک کننده داخل نشود و خود رو در این دنیا و آخرت به هلاکت برساند. و درسته که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که فرمودند حد الساحر، حد ساحر زدن با شمشیر است. در روایت ترمذی و حاکم و طبرانی زدن با شمشیر. اما این صحیح، این قول جندوب است، بر رسول الله نمیرسد، قول جندوب است از صحابه کرام. از بخال روایت است که فرمودند که اتانا کتاب عمر، بر ما کتاب عمر آمد، خبر عمر آمد پیش از مرگش 20 سنه، 1 سال پیش از مرگش، ان اقتلوا كل ساحر و ساحره، این که بکشید، به قتل برسانید هر ساحر و هر ساحره زنی را، هر جا که آنها را یافتید بکشید. در روایت ابی داود و احمد و البانی صحیح گفتن این را در روایت ابی داود. و ان وهب ابن منبه روایت است که فرمودند که قال قرات فی بعض الكتب یقول الله، در بعض از کتاب خوندم که الله میفرماید لا اله الا انا، هیچ معبود بر حق جز من نیست، لیس منی من سحر، از من نیست کسی که سحر مینماید و از من نیست کسی که سحر مینماید و کسی که سحر را طلب مینماید و از من نیست کسی که کاهنی میکند، جادویی میکند، فالبینی میکند، کسی که به سوی آن میرود از آن میپرسد و از من نیست کسی که فالبینی میکند و کسی که به سوی فالبینا روانه میشود، کسی که به سوی فالبینا روانه میشود. از علی ابن ابی طالب رضی الله عنه روایت است که گفتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ثلاثه لا يدخلون الجنه، 3 کسی هستند که داخل جنت نمیگردند. 3 نفری هستند که داخل جنت نمیگردند. مدمن خمر، عرق نوش، قاطع الرحم، کسی که سینه رحم رو قطع نماید، و مصدق بالسحر، کسی که سحر و جادویی رو باور میکند، کسی که سحر و جادویی رو باور میکند. میفرماید که شیخ صالح الفوزان که در این حدیث وعید شدید است در حق آن کسی است که راست میشمارد ساحران را و بعضی از آن با ستارگان فال دیدن، با ستارگان پیشگویی کردن، برای همین این چیز حرام است. پس راست شمردن ساحران گناه عظیم است، یکی از بزرگترین حرام های است، چون واجب است دروغ شمردن ساحر و کسانی که در این روحیه هستند، کسانی که برادران اینها هستند. هر نوعی از سحر، مثل با ستارگان فال بینی کردن یا که با دست آنها میگیرند گویا از دست آنها اعمال آنها را میبینند،
چون آنها با این راه مردم را گمراه میکنند و در نزد مردم این سحر جادویی را رواج میدهند، عقاید مردم را فاسد میکنند و سحر این کفر است آنچه که قرآن و سنت بر آن آگاهی کرده است و واجب است قتل ساحر اگر آنها را راست شمارید. کسی که با آنچه میگن با آنها موافقت نمود، اقرار نمود، وای هم علیه بالله در کفر واقع میشود. چون واجب است دروغ شمردن آنها و جنگ نمودن با آنها و منع نمودن آنها از این کارشون. اما تأثیر سحر باشد آنچه که از ساحر بعد سحر انجام می‌یابد از مصیبت ها، این شی است، چیزی هست که واقعی است، تأثیر میرساند، میکشد، بیمار میکند، بین انسان و همسر جدایی میاندازد، بین مردم فسادی ها میآورد. پس تأثیر آن به مردم میرسد و علاوه بر این آنها دعوای علم غیب هم میکنند، خبر میدهند از امورهای غیب مستقبل که در این یک وعید شدید و سخت است و گناهی بزرگ است. الله تعالی اعلم. از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه مرفوعا می‌فرماید که الرقى و التمائم و التوال الشرک، رقیه خوانی‌هایی که از قرآن و سنت نیستند و تمار و تشداب‌هایی که انسان‌ها انجام می‌دهند، همه اینا شرک است. همه اینا شرک است. تمائم جمع تمیمه است، چیزهایی که مردم در گردنهای خود کشال میکنند، در دستهای خود کشال مینمایند، در فرزندان خود کشال میدهند، از موراهای چشمی سر شده، از تمارها سر شده، از نوراهای چشمی و غیره. هر چیزی که گمان میبرند، هر بند، هر سنگ، هر خاک بلایی که مردم گمان مینمایند که اینها انسان را حس مینماید، از چشم باشد، از نفس باشد، از هر چیزی باشد. این از فعل جاهلان است، از فعل جاهلیت است. کسی که اگر این را اعتقاد نماید بدانید که شرک ورده است. و تیولا باشد نوعی از نوعهای سحر هم است، محبوب کردن زن در نزد شوهرش یا که شوهر در نزد زنش. خطابی میگوید که اما اگر رقیه از قرآن باشد، با نامهای الله سبحانه و تعالی باشد، این امر جایز است، در این مشکل نیست. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم حسن و حسین رو رقیه خوانی کردند و گفتند که اعیذکما بکلمات الله التامات من شیطان و هامه. ابن باز رحمت الله علیه میگوید که رقیه های مجهوله که رقیه های ناعیان و نامعلومه که با راههای غیر شرعی خوانده میشوند، مثلا بعضی از رقیه خوانای حضرت نمیفهمید چی خوانده شده است. اصلا اگر زبان ولی خوب اهمیت بدهی و اصلا رقیه نیست، قرآن خوانی نیست، بلکه شیطانگری است. از این چیزا من شده است. از این چیزا من شده. رقیه از آن چیزی که از آیه های قرآن واضح، از نامهای الله سبحانه و تعالی و دعاهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن خوانده می شود. و همچنین آن تمار و تشداب و چیزهایی که در برای چشم، برای هر سه دیگر حفظ حمایت خانه و در ماشین هر چیز کدام میشن، همه شرک هستند. یا که در گردن کودکان کشو کدام میشد از برای حفظ حمایت در، یا که در گهواره‌های آنها، همه اینا منکر هستند، عمل جاهلیت، عمل شیطانی هستند. اطی والا گفتیم گرم کردن، خنک کردن، همه اینا از سحر هستند. و رسول الله گفتی همه اینا از شرک است. چون سحر نه باشد مگر اینکه از شیطان و جنی ها کمک و یاری و کفر بر آنها می باشد. و هیچ ساحری نیست مگر اینکه با واسطه عبادت آن شیاطین به این چیز میرسد، نصیب از سحر میرسد، یا تقدیم کردن آنها چیز از قربانی ها. و شیخ صالح الفوزان فرمودن که رقیه جمع رقیه است، نه که آن دعاهایی که انسان آنها را بر خود یا که بر دیگران میخواند، از سحر جادویی حفظ حمایت شدن، یا اینکه از بیماری ها حفظ حمایت شدن، شفا یافتن، یا اینکه از نیش زنی ها، مثلا مار از کژدمش از اینها شفا یافتن. از همه این حوال ها اگر خالی از شرک باشند که بر بیمار خوانده می شود، چیزی از قرآن یا که از سنت یا چیزی از نامهای الله، صفات او سبحانه و تعالی، این مباح است، اشکال ندارد. چگونه که گفتن که رسول الله رقیه خواندن و رقیه خوانی کردند. از عوف ابن مالک همچنین میگه که ما در جاهلیت رقیه خوانی میکردیم. فقلنا گفتیم یا رسول الله کیف ترى ذلك، ای رسول الله اینو چگونه میبینی اینکه رقیه خوانی را؟ قال اعرضوا علی رقاکم، این رقیه خوانی های خودتون بر من پیشنهاد نمایید. لا باس بالرقى ما لم تكن شركا، اشکال نداره در رقیه خوانی اگر شرک از شرک نباشد. تمام علما اتفاق نظر دارند که رقیه خوانی با از قرآن و سنت با نامها و صفات الله سبحانه و تعالی جایز است و صحیح است، با سه شرط: اینکه از کلام الله باشد، با نامها و صفات او باشد، با زبان عربی مبین باشد که معنایش فهمیده می شود، و اینکه انسان اعتقاد نماید که این رقیه خوانی در نفس خودش تأثیر نمی رساند، بلکه این تأثیر آن با تقدیر الله سبحانه و تعالی است. و کیفیت رقیه خوانی کردن این که انسان آیه های قرآنی را میخواند، دعاهای
نبوی را میخواند و بر آن جایی که بیمار است بر آن صوف میکند. یک مثلا در بین مردم عادت شده که در آب مثلا رقیه خوانی میکنند، سپس صوف میکنند و آب رو مینوشند، یا که با آب مثلا اگه بیماری ها باشد آب بازی میکنند یا که آب مینوشند. این که از رسول الله ثابت نیست، نه که سلف صالح این رو هم کرده اند. از آن رقیه خوانی که خالی از شرک است پس در آن مشکلی نیست، اما آن رقیه خوانی که بر آن کمک از غیر الله است، دعا از غیر الله، کمک یاری مدد از غیر الله، رقیه با نام های جن ها، با نام های ملائکه ها، با نام های پیامبران و صالحان، دعا از غیر الله، این شرک اکبر است. چگونه که ورقا از خانه پیدا میکنند در آن نوشتجات نامعلوم و ناعیان هست، همین خیلی بسیار است پیدا می‌نمایند، اونا رو همشون در میگیرن نابود می‌سازی، همه اینا از شرک هستند. از همه این نوع از رقیه های ممنوع هست که الله سبحانه و تعالی در کتابش آن رو حرام کرده است. پس نوعی سوم از گناهان کبیره این چه بوده است؟ این سحر و جادویی بوده است. سحر و جادویی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. خیلی در اینجا توقف میکنیم. از اینجا درس دیگر اگر زنده باشن در بیان ترک نماز، کبیره دیگر ترک نماز میاد از این کتاب، و همچنین متى یؤمر الصبی بالصلاة کی کودک با نماز امر کرده می شود. این فصل ها را ان شاء الله که همش را یک جا با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی خواهیم گرفت باذن الله تعالی. الله المستعان.